و من حرف میزدم منو جر میدادن. یکی به من حمله میکرد، یکی به من فوش میداد. چند نفر البته. گوه میخوری هیتر عزیز، میای به من فوش میدی و انتظار اینو داری که خیلی مؤدبانه جوابتو بدم. اصول من گفت پیر سگ، پیر زنه، فلان فلان شده که بعد امروز قراره بریم سراغ یه عالم حاشیه که پشت سر هم ردیف شدن. از فحاشی ستاره به مخاطبا گرفته تا تیکه های بهادر به سحر قریشی و عرفان و درگیری شدید نازنین و دنیا. خلاصه امروز تقریبا هر طرف رو نگاه کنیم یکی داره به یکی دیگه تیکه میندازه. پس بریم ببینیم داستان از چه قراره. ویدیو رو با ستاره شروع میکنیم، جایی که نازنین و سانازو مسخره میکنه و در ادامه هم جواب هیتراشو با فوش میده. یعنی ستاره برای شروع حاشیه ها تصمیم گرفته خیلی مستقیم وارد ماجرا بشه. یعنی تابلوتر از این آدم وجود نداشت که اون آوردن اتاق میکاپ گذاشتن اونجا، یارو اومده فوش میده، بعد اومده پایین من وقتی این حرفو میشنوم داغ میکنم و چیزی بابا خدایا رو شکل من اصلا مظلوم بازی بلد نیستم. بعدش هم یعنی چی به من ربط نداشته اگه ما هم هماهنگ کردن؟ خورده کسی هماهنگ کرده اومده اونجا، منی که اومدم اونجا اون همه داره جنگ روانی واسم درست میشه بخواد حق من خورده بشه، منی که با کسی هماهنگ نکردم برم؟ یعنی چی اصلا به تو چه ربطی داشته هماهنگ کرده باشن؟ خورده کسی هماهنگ کرده اومده اونجا، مگه اعصاب و روانم از سر آوردم برم اونجا همه با هم هماهنگ شده اومده باشن؟ با تمام احترام و عشقی که براتون قائلم، هر کسی که داره توی ناشناسم فوش میده میخوری هیتر عزیز، میای به من فوش میدی و انتظار اینو داری که خیلی مؤدبانه جوابتو بدم. اصول وقتی فوشای زشت میدی منم میام زشت جوابتو میدم. اصلا انتظاری رو نداشته باشید میاد به من بی احترامی میکنید، مخصوصا به خانوادم. نرینم دهنتونو، ببخشید البته. نه بابا هرسه چی گفتم، فوش میدم با این فرفریام درست فرفریام هر روز داره فرتر میشه. اتفاقا اعصابم خورده میام بهشون فوش میدم. من میتونم با یه دونه دکمه سیکتیرشون رو بزنم. های عزیز که هی میاین با تتلو شروع میکنید، با تتلو تمام میکنید. بهتون گفتم اگر هیت دادناتون از سمت تتلو باشه، منم از این بعد عکس و فیلمامو با طرف وسطتون میذارم که دهنتون بسته شه. اگه شما میخواین از اون سمت برید جلو، منم از اون سمت میرم جلو. اگه دهنتون رو ببندین، هی تتلو نکنید، راجع به برنامه هیت بدین، منم راجع به برنامه باهاتون میام جلو. ببینید دارم اینجا بهتون میگم، دارم آگاهتون میکنم. هی نگید تتلو، آی تتلو خوب کرد فلان، آی تتلو فلان، آی تتلو تو رو فلان رود، آی تتلو تو رو نمیشناسد، آی تتلو تو رو آدم حساب نمیکنه. اگه اینا رو بگید، منم برنم از الان تا 100 سال دیگه واسهتون عکس و فیلم و ویدیو، نمیدونم وایس و چت و هر چی بخواید میذارم که خفه شید، دهنتون بسته شه. آدم باشید، در مورد برنامه نقد کنید، نظر بدید، اصلا در مورد برنامه هر چی میخواید بیادبی کنید، ولی توش تتلو نگید. تتلو بگید منم دیگه شروع میکنم گذاشتن. ببین سطح آگاهی هیترها اینقدره، یعنی کسی که مواد بزنه خب قاعدتا نمیتونه بدوه، نمیتونه شنا کنه، نمیتونه بدنسازی کار کنه. مهمتر از همه نمیتونه تتو بزنه. کسی که اعتیاد داشته باشه یه خط صاف نمیتونه بکشه، چه برسه بخواد بشینه ساعت‌ها تتو بزنه. آخه اینقدر احمق و عقب مونده شما هیترها. عرضم به درزتون هیترای عزیزم، اینجا چنل منه. من تصمیم میگیرم که چی فوروارد کنم چی فوروارد نکنم. شمایی که زیاد میخوری خوردن ادامه بده تو همون ناشناس، و من تصمیم میگیرم که شما همونجا بمونی، بخوای بخوری یا دکمتو بزنم کلا دیگه حتی نتونی بخوری. خیلی دردناکه شما خور زندگی یه نفری باشی که با یه دکمه میتونه که تو بزنه. یعنی تویی که الان میای مثلا 600 تا هیت پشت سر هم میدی، خب الان نه تفریحی داری انجام بدی، نه ورزشی داری انجام بدی، نه درسی داری بخونی، نه کاری داری بهش برسی. با دهن سرویس پاشو برو جمع کن یه کاری بکن دیگه. اینقدر تو بیکار و علافی میای میشی مثلا به یکی که هیچ جای زندگیش نیستی هیت میدی. دلم میسوزه برات. واقعا نمیدونم تو من دختری دیدین که با کره شما میخواد ناراحت بشه یا مثلا کم بیاره، یا تو من دختری دیدید که الان شما بیاین به من بگین بیام اینجا مظلوم نمایی کنم واسهتون؟ نه عزیزم،
من قوی تر از همیشه. شما وقتی اینطوری بهم صحبت میکنی من انگار مثلا باک بنزینم پر میشه واسه اینکه بیشتر پیشرفت کنم. همچین آدمیم. شما هرچی بیشتر هیت میدی من پیشرفت بیشتری میکنم و ممنون واقعا. این مثلا اینجوریه که من اینجا صحبت میکنم خب بعد تو میای ناشناس میخوری بعد من اصلا اونو نمیخونم. میدونی چی میگم؟ مثلا یه دونه فوش توش میبینم دیگه اصلا نمیخونم. بعد تو خودتو داری اونجا پاره میکنی، به خودت انرژی بد میدی مثلا که بخوای بیای اون انرژی بد رو به من منتقل کنی که مثلا یه سنگ انداخته باشی جلوی پای من دیگه. ولی خب تو اینو من نیستی. کانون پیشگوز تو چنلش گفته که معروفیت اینجاش سخت بود که ماینه اینجا باشه. الان تو معروفی لاشی. وای اعتماد به نفس اینو من داشتم به قرآن. ببین الان 4 تا جزیره داشتم، واقعا 4 تا جزیره واسه خودم به نام خودم داشتم. دهن سرویس الان تو معروفی؟ گوزه کدوم حالا بریم سراغ بهادر که این بار یه اسکرین شات از صحبت‌های یکی از مخاطبا با سحر قریشی توی کانالش منتشر کرده. توی این چت یکی از مخاطبا از سحر میپرسه چرا توی ویدیوهاش از یه سری شرکت کننده ها طرفداری میکنه. سحر هم در جواب میگه کانال یوتیوب خودمه و هر طور که دلم بخواد صحبت میکنم. بهادر بعد از این ماجرا میگه توی مصاحبه سحر با پویا گفته شده که من پویا رو زدم و به خاطر همین حرف خیلی‌ها شروع کردن به فحش دادن به من. بهادر در ادامه هم درباره صحبت‌های ستاره توی قسمت قبلی توضیح میده. این خانومی که اومده این مسیج رو داده تو هیدن، منظورش این عکسیه که من الان ریپلای کردم روش. من میخوام بدونم 3000 نفر آدم تو این چته، میخوام بدونم توهین این مسیج کجاست که شما میای به من میگی اینو چرا گذاشتی تو چنل. من قبل از اینکه چیزی رو بذارم تو چنل قشنگ میخونم، راستی آزمایش میکنم، بعد میذارم. خب بعدش هم این مسیج هیچ نکته توهینی نداره. اون خانم در کمال احترام از خانم قریشی سوال پرسیدن و ایشون هم گفتن که من هر چی دوست داشته باشم تو چنلم میذارم. حالا میخوام اینو بهت بگم، اینکه خانم قریشی طرف من بوده طرف من نبوده، با کی کار داشته با کی کار نداشته، بنفیتش چیه این وسط و اصلا کاری ندارم. من فقط به این کار دارم که اون از توی اون مصاحبه یه حق کشی داشت اتفاق میافتاد، یک پیغام دروغ داشت به یه نفر به بیننده منتقل میکرد و من بر اساس اون پیغام دروغ یه یوتیوب 8 دقیقه‌ای گذاشتم و توضیحاتم رو دادم. حالا میخواد به کسی بر بخوره، میخواد به کسی بر نخوره. دوست عزیزی که این پیغام رو نوشتی توی هیدن چت برای من، دوست داری یه اسکرین شات از پیغام‌های اینستاگرام هم، یه اسکرین شات از کامنت‌های دریوری که ملت به من دادن بعد از مصاحبه سحر و پویا بذارم اینجا تو قشنگ خجالت بکشی؟ 1/100 این کامنت ها و دایرکت ها رو اگر میگرفتی لفت میدادی در اینستاگرام. میدونی چه هیت مسخره ای اومد سمت من از دیروز پیروز تا الان؟ خودتو اول بذار جای اون آدم، بعد بیا اینجا کامنت های چی تو هیدن چت برای من پستای مسیج منطقی بنویس. دوست عزیز سر این یه تیکه مثل که بین علما خیلی اختلاف افتاده که ستاره به تو گفته کشیدی چی کشیدی؟ من نمیدونم دنبال ماجرا یه عده. خب بوده دیگه حاجی. ما اونجا توی عشق ابدی از بس که هیچ کاری نداشتیم برای انجام ویپ میکشیدم، معمولا ویپ داشتم، ویپ هم تموم شده بود کشیدیم. بعد 2 مدل سیگار داشتیم اونجا، این کلیکی ها بود، پاورا، یه دونه هم معمولی بود. این داره میگه کشیدی چی کشیدی. حالا اصلا انقدر موضوع مهمی نیست که تو ضبط اومده راجبش گفته مثلا کشیدی. خب همه اونجا سیگار میکشیدن، همه. بعد ما میریم هالیده، من میرم هالیده، من تو هالیده سیگار میکشم. الان من ترکیه هم سیگار میکشم، برمیگردم میگه کی نمیکشم مثلا. بعد یه عده اومدن آره این کشیدی، فکر کنم اون پشت کشیدم. من نمیدونم کلا ملت انگار مثلا دنبال چی ان، مثلا نمیفهمم واقعا چقدر موضوع میتونه مهم باشه که مثلا کشیدی یا نه. خدا قطع کنید. چند بار مورد صابخونه بودن یک خانوم تکرار شد و چقدر همه رو باسنشون مونده بود که چرا یه زن باید صابخونه بشه. میدونی میخوام چی بگم؟ برمیگردیم به همون شب و همون شبی که من از کوره در رفتم و داد و بیداد زدم، به خاطر فشارهایی بود که اینا رو من می آوردن چرا یه زن رو کردی صابخونه. همین کسایی که الان توی درگیری امشب هی تکرار کردن تو تینا میخوای از صابخونگیت تو استفاده کنی، تینا تو میخوای فلان شدی صابخونه شدی فلان داری زور میگی. اون خانم میگفت شما صابخونه شدی داری زور میگی. چرا؟ چون خودش میخواد صابخونه بشه. میدونی چی میگم؟ میخوام حواستون باشه بفهمید علت مخالفت این گروه کفدار با صابخونه شدن تینا چی بود.
اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. سحر قریشی بعد از مصاحبهش با پویا توضیح میده که بهادر پویا رو نزده. سحر میگه اینکه پویا این حرفو توی کانال من زده دلیل نمیشه که حرفش درست باشه. بهادر هم سراغ عرفان میره، همون کسی که کتک خوردن پویا رو تایید کرده بود، و بهش تیکه میندازه و میگه دیدی سحر قریشی هم زایت کرد. حرف از دهن ما در بیاد، کره‌گیرا با قاشق پشت در وایسن کره بگیرن. داش من به تو گفتم که به شما نمیرسه راجع به این موضوع صحبت کنیم، گوش ندادی. دوباره رفتی یه لایو گرفتی گفتی فلانی میخواد از اسم من ویو بگیره فلان بشه. دیدی که 1.5 ساعت فقط راجع به من داشتید صحبت میکردید که آخرش هم اینطوری خود سحر قریشی زایت میکرد. همینو می‌خواستی؟ باید حتما اینطوری میشد. بعد در ضمن آقایی هم که باهاش رفتی تو لایو اونطوری کامنتو بلند میخونه، نشونه شخصیت داغون خودشه که اونجوری کامنتو بلند میکنه با کسی که اصلا هیچ بیفی نداره باهاش. میدونی چی میگم؟ یعنی کلا 1.5 ساعت جفتی نشستید اونجا اسم من آوردید، آخرش اینطوری خراب شد. چرا بابا این کارو میکنی؟ اومدم رفتم تو اینستاگرام، دیدم که رستریکشن خورده به اینستام. بعد رفتن ریپورت دادن که من دارم مثلا فراود میکنم یا دارم مثلا یه چیز غیر قانونی میفروشم یا اینا. میدونی دیگه از طرف کیه دیگه؟ از طرف همین عجوج مجوجا، کفتار و مفتارا که مونده من دارم از این پروتزای مو میفروشم. تون رفتن ریپورت دادن. بعد تایمی که ریپورت خورده بود به منو نگاه کن، تایمی که ریپورتی برداشته شد و نگاه کن، یعنی به اختلاف 4 دقیقه. حالا اگه اکانتای خودشون بود الان دیگه بند مسیج شده بودن و بند شیرین لینک شده بودن. اینقدر بی سوادن، یعنی نمیدونن چه رپورتی بدن. میخوام بهت بگم ببین چه ازشون داره میسوزه، خودشونو میکشن با تبلیغ زیگیل بیان یه 4-2 میلیون پول در بیارن. من با 20 فالوور، یعنی 1/5 اونا هم فالوور ندارم، دارم الان بیزینسمو ران میکنم. بازم یه تشکر ویژه از خانم پلاستیک، البته جفتشون پلاستیکی هست. وای عاشقتونم بخور. حالا بریم سراغ درگیری نازنین و دنیا. نازنین خیلی کوتاه ولی مستقیم به دنیا تیکه میندازه و میگه اونم یکیه مثل ستاره. من با کلمه این که بچه‌ای میخواستم منو ساکت بکنن، من حرف نزنم، هیچی نگم، ولی نتونستن دیگه. ولی به نظر من اصلا به سن نیست. یه آدم که همسن پدرت باشه میتونه یه آدم عوضی باشه. کلا اصلا به سن نیست به نظر من. نه تنها ستاره رو من فشار گذاشته بود، اون چند نفری هم که دورش بودن رو من فشار گذاشته بودن. یکیش تینا بود، یکیش نازی بود، یکیشون خانومه که تازه میاد تو ویلا. شما ورودش رو ببینید، ورودش که من گفتم به به چه خانومی با روی خوش، با انرژی مثبت. بعد اومدم دیدم من دارم اینجوری گریه میکنم، حالم بده. داره به ستاره میگه نه حق با توئه، تو درست میگی، نمیدونم اون این شکلیه اون شکلیه، خوب جوابشو دادی. گفتم وای خدایا یکی مثل ستاره اضافه شد. فکر کنم من اونجا حالم بده، فشار رومه، بعد خانواده من توهین شده. بعد اینا اینقدر خوشحال خندان زن ستیز شمایید که بلد نیستید از همجنس خودتون دفاع بکنید. واقعا واقعا فکر کنید من شوخی میکنم میگم من اونجا موهام سکه‌ای ریخت برای اولین بار تو عمرم. انقدر توی فشار بودم که 6-7 کیلو 7-8 کیلو لاغر کرده بودم که قسمت‌های آخر می‌بینید من صورتم لاغر شده. انقدر حالم بد بود حتی نمیدونستم لبخند بزنم. انقدر به آدم فشار می‌آوردن، اذیتم می‌کردن، ولی در نهایت میدونستم که شماها هستید، شماها می‌بینید، شماها هوای منو دارین، شماها صدای منید. من اینو میدونستم. دنیا هم خیلی زود جواب نازنین رو میده و میگه ستاره راست میگفت، نازنین دوست به سر داشته. اما دنیا از اون طرف معتقده ستاره خودش توی برنامه انقدر خرابکاری کرده که دیگه هرچی بگه مخاطبا به این راحتی باورش نمیکنن. یعنی حتی وقتی حرف درستی هم بزنه، سابقه ای که از خودش به جا گذاشته باعث شده خیلی‌ها حرفشو جدی نگیرن. من هنوز چشمم باز نکردم و بیام جواب اینا رو بدم. بچه‌ها این همین خانمی که انقدر رو سنش حساسه و هی میگه که سن منو گفتن من کوچولوام، من ناراحت شدم بذار گریه کنم و اینا. این خانم جلو دوربین به من گفت پیرزن فلان شده که بعدش اومد جلو دوربینم معذرت خواهی رفته و فکر کرده بود دیده بود اوه الان این حرفا رو میزنم مردم بعدشون میاد. اومد جلو دوربین اما معذرت خواهی کرد، گفت من حرف زشتی زدم ببخشید. کسی که رو سن حساسه به شما بگن شما کوچولویی سنت کمه چه خوب و اینا بده با این یا اینکه بیاد به یکی بگه پیرزن فلان شده، این حرف بده یا اون حرف بده؟
جون تو اتاق بالا به من فحشای خیلی زشت میداد، خیلی زشت. از جلو دوربین میومد معذرت خواهی میکرد، یعنی اینجوری نیست که شما نبینین، میومد جلو دوربین بعد میشست با خودش فکر میکرد، میگفت اوه 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 ملت الان میگیرن رو من، میفهمم من کار زشتی کردم. بچه کسی که به خودش شک داره این رفتارا رو انجام میده. میومد معذرت خواهی میکرد، فحشای زشت بچه‌ها، هر چی که از دهنش در میومد به من میگفت. بعدش میشه فکر میکرد، میگفت نه فکر کنم دارم اشتباه میکنم، میومد معذرت خواهی میکرد، یه جا دوباره خوب میشد، دوباره میومد. نمیدونم، واقعا خیلی عجیب بود. من الان با هیچ کدوم از بچهای ویلا به جز 2-3 نفر در ارتباط نیستم و اینکه هر کسو تو هر زمانی شناختم که این آدم داره ناحقی میکنه، کار بد میکنه، فاصله گرفتم. حالا خودتون میبینین. دوما اینکه تیمی شدن رو ببینین دیگه، الان تیم شدن رو نگاه کنین. من نه کاری به کار کسی داشتم، با انرژی خوب اومدم با تو صحبت کردن، تیم شدن الان بگیرن رو من، الان نوبت منه. آخر اونجا هم میبینین که واقعا من هیچ تیمی نداشتم. یعنی من به کسایی که حتی محبتم کردم سر اینکه 5 قسمت 10 قسمت بیشتر بمونن تو برنامه، بلاهایی سر من آوردن که شما ببینین واقعا میمونین که اینا چجوری اسم خودشونو گذاشتن آدم. بچه‌ها فقط ببینین چه اتفاقای زشتی میفته. 5 نفری با هم دیگه مثلا میشدن 12-13 نفر و من حرف میزدم، منو جر میدادن. یکی به من حمله میکرد، یکی به من فحش میداد، چند نفر فحش میدادن، هر من گریه میکردم، وای میستادن هر میخندیدن. اینا تو دوربینه. مظلوم واقعی وای نمیسته ادا دراره زور بزنه گریه کنه. من یه صحنه‌ای هستش که حالا بد شد از حجم فشاری که روم بود، حمله ها، توهینا، فحشا، این چیزا که بودش دیگه، واقعا ترکیدم، شروع کردم گریه کردن و واسطه بودم به من میخندیدن. اینا همچین آدمایی هستن. کسی که واقعا بخواد گریه کنه نمیره قب سناریو بچینه، اوکی من امروز صبح بیدار میشم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، میرم جلوی دوربینم وای میستم گریه کردن که مردم دلشون به حال من بسوزه. غیر از اون بار من هر دفعه که گریه کردم میبینین یا جلوی خودم گرفتم که گریه نکنم یا اینکه پا شدم رفتم پشت صحنه. من فکر میکنم که پخش کنن اون جاها رو که من دارم تنهایی بالا گریه میکنم. اینا پخش میشه. من نمیدونم شما چقدر خودتون مطمئنی که از الان شروع کردین این چیزا. مردم بهتون میگن دروغگو، یعنی شما شرافت ندارین. صحنه‌ام پخش نشه مشخصه که من میخواد گریم بگیره، دارم میدوام میرم پشت صحنه. تنها شما بودین، من اونجا تنها غذا میخوردم، هیچ جرئت نداشتم نزدیک هیچ کسی برم، نمیدونم تنها میشستم، نمیدونم بجز 1-2 نفر هیچکی نمیومد پیش من بپرسه دنیا حالت خوبه. تنها شماها بودین. الان ادا در میان ملت دلشون بسوزه، یه سری خجالت بکشین آخه. بعدش هم بچه‌ها، اینو دارم به بچهای ویلا میگم و شماها که دارین منو میبینین، من دوست نداشتم برنامه رو اسپویل کنم، چون که به نظر من هممون زحمت کشیدیم، برای بیننده‌ام چیز میشه، یعنی دیگه بورینگ میشه بخواد همه چی رو بدونه. ولی اگه قرار به اسپویل کردن باشه، منم شروع میکنم اسپویل کردن و اینکه از دهن من بشنوین، از دهن اونا هم بشنوین، بعد ببینین کی راستشو میگه. خوبه اینطوری بریم جلو؟ بهم بگین. یه چیز دیگه هم کلی میگم، اینو واسه شما خوشگله من میگم که انقدر من حالم باهاتون خوبه و انقدر آرومم به خاطرتون. بچه‌ها هیچ وقت تو زندگیتون نذارین کسی با احساساتتون بازی کنه و ازتون سوء استفاده کنه. روشی که اینا پیش گرفتن، دارن از احساسات شما سوء استفاده میکنن به نفع خودشون. اینکه پیج هممون بره بالا، 2 روز دیگه تبلیغات بگیریم، اینا منافعش واسه ماست. پس دارن از شما سوء استفاده میکنن، دارن از احساسات شما استفاده میکنن برای منافع خودشون. نذارین اتفاق بیفته تو زندگیتون، در مورد هیچ مسئله‌ای نذارین اتفاق بیفته. از این به بعد چون میدونم فشار میخورن از این حرف من، میخوام هر روز صبح اینو بگم، مردم باهوشن، مردم خودشون همه چی رو میفهمن. لازم نیست چند نفری بگیرین روی یه نفر بخواین خرابش کنین. خیلی بیننده‌های این برنامه بالاست، خودشون میتونن تشخیص بدن. زورتون نمیرسه، شما زورتون تو ویلا هم به من نرسید، بیرون ویلا که اصلا نمیرسه. در مورد یه سری چیزا ببین، یه سری چیزا حسه، یعنی مردم احساسو میگیرن، یه تصویره، یه حسه، مردم میفهمن چی واسه یه نمایشه، چی واسه ترحم خریدنه، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. پس به نظر من نه، حتی کاتم بخوره، مردم در نهایت احساسو میگیرن، میفهمن چی به چیه، بعد دلایلو میذارن کنار همدیگه تشخیص میدن. واقعا نمیخوام به اینا بپردازم، ولی انگار خیلی دلشون میخواد که این اتفاق بیفته. باشه دیگه. بچه نازی کوچیکه، همون روزی که دیدین من پا شدم دیدین که داشتم میانجیگری میکردم، اول رفتم تو اتاق نازیو آروم کردم، به ستارم گفتم بس کن، داشتم شهر رو میخوابوندم، بعد گفتم اگه دعوا میشه یکی بعد از اتاق بره، یکیتون. اینجوری گفتم. نازی کوچیکه هر چی از دهنش در اومد بچه‌ها، هر چی فوش بد بود شروع کرد با داد و بیداد و جیغ و سلیطه بازی دادن.
یعنی بچه من به عنوان کسی که تازه وارد شده بودم از حجم دعواها واقعا تعجب کرده بودم. واقعا دیدینی که تو چه شرایطی من وارد شدم. ولی این که یکی به خودش میگه من بچه‌ام، من کوچولوام، فلانم، بیسارم، با اون فوشا سورپرایزم کرد، یه چیز خیلی عجیبی واسم بود. یعنی شما بدترین چیزایی که تو زندگیتون میتونین بشنوین و این نازی میداد به همه. یعنی بدتر، حالا جلوتر میره میبینی، یعنی فوشای بد، اصلا افتضاح. بعدش هم بچه همین دوست پسرش که الان میگه که ما با هم دیگه، این همون پسر است که چیز داره میگه بگین عکسشو براتون بذاره. یه پسر کوتاه همون میگفت سیاه، اسمش هم محمد. ستاره هم برگشت اونجا 1000 بار گفت همینه. ستاره دروغ نمیگفت، اینا این بیرون برنامه دوست پسر داشت. اصلا این خانم اومده بود اونجا فیلم بازی کنه، دروغ میگفت. با مهدی هم که کاپل میشن در آینده میبینین که اصلا قشنگ مشخصه که اینا با هم دیگه بستن و فیلم دارن بازی میکنن. بچه‌ها میدونین مشکل چیه؟ مشکل اینه که متاسفانه بچه‌ها انقدر خرابکاری کردن توی سری چیزا، وقتی حقم میگن دیده نمیشه. وگرنه دوست پسر داشتن اینو که همه میدونن، برداشته تینا رو برده با دوست پسرش اینور اونور، نمیدونم بچهای دیگر رو برده، دوست پسر اون همونه. پسرم چند ساله باهاشه، پسر میدونستین داره میاد تو برنامه، اوکی بود، گفته من میرم اونجا فیلم بازی میکنم میام. بچه‌ها نازی همه کار کرد، نازی کوچیکه همه کار کرد که بتونه تا فینال بمونه. شما بریم ببینید دیگه، اصلا از طریقه گریه کردن و فیلم بازی کردن مشخصه همش داره ترحم میخره. میره اینور اون دنبال تیمه یا کی، میره اینور میگه شما پشت من در نیومدین، چرا هیچکی من دوست نداره، چرا هیچکی من دفاع نمیکنه. کسی که داره این حرفا رو میزنه دنبال تیمه دیگه. بچه‌ها حالا برنامه این جلو میبینید نازی اومده بود اونجا فقط مظلوم نمایی کنه، ادا دراره و اینکه بمونه تا آخر برنامه. هیچ چیز دیگه‌ای هم براش مهم نبود، فقط دنبال یه چند نفر بود که بیخود و بی‌دلیل ازش حمایت کنن، اینم بتونه نقششو خوب بازی کنه، همین. وگرنه شما به این رابطه‌شو با مهدی نگاه کنید، به نظرتون این رابطه واقعیه؟ این خانم انقدر بیشعوره که من اونجا که رفتش تو اتاق تنها بود، هیچکی پیشش نرفت، من رفتم پیشش، بغلش کردم، گفتم اشکال نداره نازی ناراحت نشو. ولی فوق العاده آدم نمک نشناسی و فقط دنبال این بود که بیخود و بی‌دلیل، با اینکه همه میدونن این چیکار کرده، پشتشو بگیرن. منم آدمی نیستم که پشت ناحق واسم، چه در مورد ایشون چه در مورد هر کس دیگه‌ای. بعد هی نمیخوام بهشون بپردازم، هی میشینن پشت من حرف میزنن. آخه بابا در حدی نیستی نازی. خب به اونجا هم بهت گفتم بدویی هم به من نمیرسی. بچه واقعا تنها کسی که اصلا نمیخواستم بهش بپردازم به هیچ عنوان همین نازی کوچیکه بود، چون انقدر رفتاراش تابلو و فیک و مشخصه که مطمئنم خودتون میفهمین. ولی ظاهرا خیلی هم من ترسیدن و خیلی براشون من مهمم که الان 2 روز نشده من اومدم تو برنامه همشون شروع کردن تون پشت من حرف زدن، میخوان خودشون رو سفید کنن. اینا بچه کسی که شروع میکنه پیش ایستو تعریف کردن میدونه چه گندی زده، دوست داره خودش رو سفید کنه، اینو یادتون باشه. بچه من در مورد یه چیزی خیلی تعجب میکنم. ببین وقتی پا میشی میای تو این برنامه باید بدونی که خودتی اونجا 21 نفر دیگه سوشال مدیا هست، به هر حال یک عالمه آدم دارن نگاه میکنن چه جوری اینا میان اونجا میشینن دروغ میگن، بعدش هم مثلا انتظار دارن که مردم نفهمن. خیلی جالبه این، یعنی مردمو چی فرض کردن اینا. بعد بچه یه سوال دیگه، مگه به یکی بگن سنت کمه چیز بدیه؟ همه خیلی دوست دارن که سنشون کم باشه، خیلی سن خوبیه 20 سالگی. وقتی به یکی بگی سنت کمه چرا باید ناراحت بشه یا گریه کنه یا مثلا اون رفتارا رو خودش نشون بده، فوشای بد بده؟ مگه سن پایین یا آپشن بده؟ بچه جلو دوربین از مهدی پرسیدم که معیارت برای پیدا کردن پارتنر چیه، برگشت گفت باهاش برم یوتیوب بسازم. یعنی مثلا معیار معمولا اینه که خب طرف که اخلاق خوبی داشته باشه، من نمیگم نازی نداره، شایدم داره، ظاهر خوبی داشته باشه که به نظر من نازی دختر خوشگلیه، نمیدونم فلان، یعنی اینا رو نگو، گفت باش برم یوتیوب بسازم. این به نظر شما این رابطه واقعیه؟ بعد اینی که دارم میگم جلو دوربین بوده بچا، من هر چیزی که بهتون میگم یا با سند مدرک میگم یا جلو دوربین گفتم قبلا. بچه من کاری با خانم ترانه ندارم، اصلا برنامه‌شون هم نگاه نکردم راستشو بخواین کامل، اصلا نمیدونم، خودشم میشناسم دختر خوبیه، همه رو با هم قاطی نکنین. اولا با بقیه حرفات واقعا موافقم، کامل داری درست میگی. همشون بغض کردن و گریه کردن الکی و خیلی قشنگ بلدن. به نظر من اگه میخواین جای کلاس بریم برای گریه کردن الکی و مصنوعی اینا، البته کار هر کسی نیستا، اینو با خیلی فیلم باشی بتونی این کارا رو کنی، پیش ایشون کلاس برین. حالا شما تو اون برنامه ببینید کسی که واقعا تنها مونده بود من بودم. با این حال من وقتی می‌خواستم گریه کنم بچا جلو دوربین گریه نمی‌کردم، میدویدم میرفتم تو اتاق، یعنی وای نمی‌ایستادم جلو دوربین حق حق گریه کنم ترحم ملتو بخرم. حتی اینا شهامت دعوای سالم ندارن، یعنی میخوای یه حرفی بزنی، یه گفتگویی کنی، یه بحثی کنی، بیایید منطقی از نظر خودت بگو بدون تحقیر و توهین و فوش خار مادر و اینا، منم جوابتون رو بدم. چرا اینجوری شما؟ چرا مثلا میخواین یه چیزو بگین شروع کنین تحقیر کردن، توهین کردن، نمیدونم فوش دادن؟ بیا حرفتو بزن، اگه حرفت منطقیه خود منم قبول میکنم.
ویلا هم همین بود، هر جا کم می آوردن شروع میکردن تحقیر و توهین و تهمت زدن و این چیزا. یعنی چی؟ شرافت داشته باشین سالم دعوا کنین، دعوا هم میکنین. الان خودتون نگاه کنین دیگه، اینا عادت دارن تیم میشن، چند نفری میریزن سر یه نفر و اذیتش میکنن. الان من 2 روز اومدم تو برنامه، هیچ مشکلی هم با کسی نداشتم، حرفی هم نزدم، گفتم برنامه تموم شده رفته. یعنی شروع کردن یک ذره پشت سر من حرف زدن، تیم شدن. یعنی این دیگه ضعیف کشی، یعنی این که البته من شما رو دارم اما من ضعیف کشی نمیدونم، اینا زورشون تو ویلا هم به من نرسید، ولی منظورم اینه که الان چند نفری شدن دوباره ریختن سر من. بچه آدما عوض نمیشن، آدما هر چیزی که جلوی صحنه بودن پشت صحنه بودن، هر چیزی که میبینی داخل ویلا بودن بیرون ویلا هم بودن. الان مثلا من الان دنیا نیستم که فردا بشم مثلا چه میدونم ملیکا، نمیدونم پس فردا بشم یکی دیگه، من همونم. الان میبینین که با هم دیگه دوباره تیم شدن گرفتن رو من، میان مظلوم بازی در میان گریه میکنن جلو دوربین که مثلا ترحم ملت رو میخرن. ول کنید بابا، اصلا ملت خراب نکنید، همینجوری مردم حالشون بده، حالشون خوب نیست، ول کنید. و شما دنبال چین واقعا که مثلا یه 2 تا گریه کنین ادای آدم مظلوما رو درین، مردم هم دلشون بسوزه، مردم هم مهربونن، اینا گریه میکنن واقعا دلشون میسوزه، بیفتن دنبالتون بگن وای وای وای، بعد فردا این تبلیغات بگین ازشون پول درارین. نازنین هم جواب دنیا رو میده و این بار مستقیم‌تر میره سر اصل ماجرا و میگه تو یه دروغگویی که حتی به هم تیمیات هم رحم نکردی. نازنین در ادامه میگه تو و ستاره توی برنامه به من حمله کردین و بعد از اونم به بهادر تیکه میندازه. دنیایی که داره میخوره پشت سر من یکی کپی ستاره ولی ورژن دوبه‌اش. باورتون میشه تا لحظه‌ای که جاش حذف میشد داشت منو اذیت می‌کرد، بعد لحظه حذف شدنش ببین من چقدر واقعا دیوونم، نمیدونم چی باید بگم به خودم. واقعا لحظه حذف شدنش فقط برای این که من اسمشو گذاشته بودم رفیق، انتظار نداشتم که اون ضربه رو بخورم. نمیدونید چقدر گریه کردم، حالم به هم خورد ازش، واقعا با توف انداختم صورتش. یه بدترین فوشا رو دادم ولی واقعا همه شاهد بودن که من اصلا فوش نمیدادم اونجا. این ستاره روانی هر جایی بودش که دهنشو باز میکرد، هر چی از دهنش در میومد و به همه میگفت. بعد وقتی یکی به مامانتون توهین میکنه شما چی کار میکنید؟ قربون صدقش میرید. من نهایت برداشتم به خواهرش گفتم که اصلا خواهر نداره ستاره بچه‌ها. بعد میگه که نازنین بدترین فوشا رو پشت صحنه میداد. کاملا داره دروغ میگه. من هرچی بهتون گفتم و با سند و مدرک اومدم بهتون نشون دادم. اینا تیمن دیگه، یه تیمن همشون که به هم دیگه هم تو تیمشون رحم نمیکنن. حالا میبینید همون گفتم من و نگین با هم دیگه خواب بودیم، تینا اون شب پنیک کرده بود، بلند شد و جیغ زد، من سرما خورده بودم. مثلا تو این قسمت هم ببینید من سرما خوردم. بعد یهو این پتیاره تازه رسیده با ستاره حمله میکنن به من، بدترین فوشا، یعنی برمیدارن از اونجای باباشون مایه میذارن و نمیدونم فوشای رکیک میدن و اینا. من فقط برمیگردم به این میگم خفه شو پیر سگ. همین. میدونین چرا گفتم پیر سگ؟ به خاطر اینکه نه به من میگفتن بچه‌ای تو هیس، اینجوری میگفتن. من برایشم گفتم خب چون من از شما میگین بچه طرف پس خفه شو پیر سگ. بعدش من دیگه به هر جاییا ویو نمیدم، بذارید پشت سرم چرت و پرت بگه، اصلا واسم نفرستید. فقط اینو بدونید که اینم یکیه، دقیقاً مثل ستاره، دقیقاً مثل تیم خودشون، تیم هر جاییا. ویو ندید بابا. بعد اون چیزایی که راجع به این خانم واسه من ناشناس میفرستید و من اینجا بفرستم که دیگه نمیتونه دهن باز کنه، آبروش میره. ولش کنید، سر و تهش مشخصه چیه، بی خیال. بعد میدونید چرا داره اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر اینکه هیچی پر ارائه نداشت. گفت چیکار کنم ویو بگیرم؟ خودمو بندازم پشت تینا، شروع کنم بین اون پریدن، اینو اونو اذیت کردن، دهنه اینو اونو صاف کردن، فوش دادن بین اون، که بیام جلوی دوربین. بعد دید نمیشه، اونجا دستش بر هم تیمیه خودش هم رو شد. بعد چیکار کرد؟ الان اومده اینجا داره راجع به من حرف میزنه. به تو نمیرسه اصلا بخوای یک کلمه راجع به من حرف بزنی. بعد باز برید بهش بگید وقتی همه داشتن می سر تا پا، حتی هم تیمیای خودت، تنها کسی که دلش برات سوخت من بودم. بدبخت. یه لیوان آب اومدم دستت دادم، خواستم آرومت بکنم، ولی تو انقدر پست و چرت و پرت هستی که بخوای اینجوری بیای حرف بزنی. در کار که ویو نمیدم، دکمه‌شو بزنین خودتون. واقعا پیامای بهادر که برام میفرستین خدا وکیلی باید خجالت بکشه، با اون سنش باید بچه‌ش رو مدرسه بیاره. خجالت نمیکشه، یعنی به اونم به موقعش میرسیم. صبر داشته باشید. واقعا خودتون هم میبینید پویا اصلا اندازه بهادر فوش نمیده. بهادر از همه جاش مایه میذاره، خیلی بی شخصیته. من ندیدم زیاد پویا فوش بده. واقعا خیلی دلگرمی برای من. همتون واقعا مثل یه خواهر بزرگتر، مثل یه خواهر کوچیکتر همتون با هم حرف زدیم و همینطور پسرامون کلی اومدن پیامای خفن برام نوشتن. بعد میرم پروفایل‌ها رو نگاه میکنم، واقعا یکی خوشگل‌تر، یکی نازتر. دلم میخواد همتون موچ موچی کنم.
و در آخر میرسیم به رعنا که اونم ظاهراً برای ستاره چند کلمه‌ای کنار گذاشته. رعنا به ستاره تیکه میندازه و میگه ستاره با مظلوم نمایی سعی میکنه به بقیه آسیب بزنه. بچه‌ها یه چیزی بگم بین حالا این پیاما. میدونم که دلتون خنک شده دیدن اون صحنه، میدونم که دوست داشتید لیوانو تو سرش خورد کنم، من خودم هم دوست داشتم همین حرکت بزنم، ولی خشونت یه حدی داره، هر چیزی یه حدی داره، حتی مثلا به نظرم عشق ورزیدن هم یه حدی داره. هر چیزی که از حد تعادلش بگذره باعث آسیب و ضرر و زیان میشه، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. حتی اگه نسبت به یک خیلی خشونت شدیدی دارید، سعی کنید از حدش نگذرونید. عشق دارید از حدش نگذرونید. توی این دنیا هر چیزی که استیبل باشه بیشتر براتون لول اپ میاره. ببین عشقم، چون خیلی راجع به این موضوع پیام دادی، بالاخره این پیاماتو فرستادم اینجا، ولی چرا باید واقعا انرژی بذارم برای کسی که اومده رفته کلی فالوور فیک زده که مثلا خودش رو بالا نشون بده، در صورتی که میری میبینی کامنتاشو انقدر که بهش فوش میدن. قبلا 700 تا کامنت فوش میذاشتن، هیچ کدومو نمیتونست پاک کنه، انقدر که زیاد بود، کلا پستو پاک کرد. الان براش انقدر کامنت فوش میذارن، میشینه دونه دونه همه رو حذف میکنه، کلا 50 تا کامنت مثبت راجبش، بقیه کامنت ها رو میبنده. کلا اون 50 تا هم فکر کنم از همون دار و دسته‌ای که اکیپ کچلشو بهش تقدیم کرده و کلا مشخصه که 90% حتی میتونم بگم 99% مردم اصلا باهاش حال نمیکنن و طرف حق هستن. من همین دوست ندارم اصلا بهش بپردازم که بخواد از من بره بالا، منو برای خودش نردبون کنه. اینو باید با نپرداختن بهش، ویو ندادن بهش خفش کنی. همین علاجش همینه، ویو ندی بهش، بزنی بلاک ریپورتش کنی هی 24 تا که کلا ریشه کم بشه. اتفاقا اگه یادت باشه هم قسمت های اول که عرفان میاد همین موضوع رو میزنه تو صورت ستاره، من به عرفان میگم که نکن این کارو، زشته. خودم هم عین تو فکر میکردم تا اینکه اتفاقات بیشتری افتاد و فهمیدم بابا این حقشه بزنی تو صورتش. آدمی که رفته گذاشته تو پیجش تعریف کرده که آره فلان مثلا اصلا ویدیوها رو که ریلز کرده بود دارم بفرستم برات، بشین کامل مو به مو نگاه کن میفهمی منظورمو، دیگه لازم نیست دوباره توضیح بدم. ولی اینو مطمئن باش این شخص جلوی بقیه مظلوم نمایی میکنه که از گذشته من نزنید، وقتی هم که به نفعش نیست میاد میگه که من اصلا افتخار میکنم همچین اتفاقی برام افتاده و با همچین شخصی بودم. متوجه چی میگم؟ اینجور آدمو اگه تو صورتشون نزنی واقعا آدم نمیشن. باید تا لحظه‌ای که اصلا بمیره، اصلا محو بشه از این کره زمین یا که خفه خون بگیره، باید بزنی تو صورتش. از ترحم این و اونه که اینجور آدما میان قدرت میگیرن، اوج میگیرن، بعدش هم میان به کسی که هیچ گناهی نداره آسیب میزنن. نباید به اینا قدرت بدیم، نباید بزنیم مثلا نفس بگیرن که بخوان رشد بکنن برای این رفتارشون. ببینید در واقع ستاره هم میتونست اونجا با کسی کاپل بشه، چیز کنه اگه دقت کنید ارسلان، ولی کلا انقدر که منفی رفتار میکنه و منفی بافی میکنه چیز میشه، همش تنها میمونه، همش انرژیشو واسه دعوا و خراب کردن رابطه های بقیه و ناراحتی و اینجور چیزا میذاره. اگه 1% از اون انرژی رو واسه این که با این ذهنیت که مثلا یه رابطه‌ای بسازه، مثلا با ارسلان یه رابطه تشکیل بده، بشینه صحبت کنه، مشکلش حل بکنه، یا که حالا یه پسر دیگه‌ای میتونست اوکی بشه، میتونست کاپل بشه. به نظر من اصلا هم اینطور فکر نکنید، ولی هدف خودش و دیدگاه خودش کلا متفاوت بود، واسه رابطه نیومده بود معلومه، یا هم کلا اصلا تو زندگی خودش هم به رابطه فکر نمیکنه و اینجوریه. عشق هم مشکل من ستاره بود اولش، چون ستاره رفیقم بود، یعنی اونجا اولش باهاش رفیق شده بودم، بعدش هم سورنو منو با پویا به زور آشتی کرد. اگه به من مونده بود که من با پویا هم آشتی نمی‌کردم. نازنین یک چه بدی در حقم کرد، احساس میکنم اکیپ کفتاره این پیامو داده بهم دیگه. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، واقعا سوالات خیلی چرته. ببینید کلا این موضوع چند بار من بهش اشاره کردم، دوباره به خاطر حالا این حرفتون اشاره میخوام بکنم. عشقم درسته، حرف تو واقعا درسته، فقط یه مسئله هست. ببین مثلا تو اون ویلاه ما نمیتونستیم دوری کنیم از آدمی که حال نمی‌کنیم باهاش، چون همه با هم مجبور بودیم در ارتباط باشیم و هر روز همدیگه رو می‌دیدیم، یه جایی حبس شده بودیم، تو جزیره گیر افتاده بودیم، اینطور بهت بگم. و تو زندگی عادی تو وقتی با یکی حال نمی‌کنی کلا ارتباطت رو قطع می‌کنی، میشنوی فلان مهمونی دعوته، چون باهاش حال نمی‌کنی نمی‌خوای ارتباط داشته باشی، نمیری اون مهمونی، ولی اونجا همچین آپشنی وجود نداشت. و کلا ببین قانون طبیعت اینه، وقتی که یکی اذیتت می‌کنه، پا رو دمت می‌ذاره، جوابشو ندی، انقدر به اذیتش ادامه میده تا که از طبیعت حست کنه. اگر تو واکنش نشون بدی همه چی استیبل میشه.
بالاخره یه سری جاها یه زمانهایی تو موظفی برای دفاع از خودت و تعیین حد و مرزهات یک واکنشی نشون بدی و چون اون آدما انقدر لو لول بودن من مجبور بودم عین خودشون واکنش نشون بدم. مثلا تو میای با آدم چینی فارسی صحبت میکنی متوجه که نمیشه، ولی باهاش چینی یاد بگیری صحبت بکنی متوجه میشه. این به اون در اینطور فکر کن.